سلام و رحمت و برکت الهی نثار شما باد. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را پذیرا باشید. در استودیو با شما شوکت محمد، اینک سرخط خبرهایی که پیشکش شما می گردد. ازبکستان ساحه اوییتسی را از منوپولی آزاد می کند. تاجیکستان باشد برعکس. یک گروه از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای آوردن خوجه کماندیر به امارات متحده عرب رفتند. مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت ها برای نیم سال دیگر تمدید شد. در حالی که عائله رئیس جمهور تاجیکستان ساحه اوییتسی کشور را به منوپولی خود تبدیل داده اند، کشور همسایه ازبکستان این ساحه را پر از منوپولی آزاد کرده، راههای جیبی لاوکاسترها و دیگر شرکت های هواپیمایی را به فرودگاه ها پیدا کرده است. عزیز عبدالحکیموف، معاون سروزیر ازبکستان گفته است در فرمان رئیس جمهور این کشور درباره چاره‌ها برای رشد منبعث سیاحی چند راه رشد شرکت ازبکستان ایرپورتس که همه فرودگاه‌ها را اداره می‌کند پیش بینی شده است. من بعد به همه فرودگاه‌های ازبکستان حق مستقلانه معین کردن نرخ و خزینه خدمت‌رسانی و شرکت‌های هواپیمایی‌های خارجی و داخلی داده شده است. همچنین آنها خودشان می‌توانند بر مبنای رقابتی با شرکت‌های محلی و خارجی برای واردسازی سوژشواری اوییسیونی و دیگر موادهای سوخت مالیدنی شرطنامه بندند و با شرکت‌های هواپیمایی محلی و خارجی برای پرواز به این فرودگاه‌ها از جمله پروازهای ترانزیتی شرطنامه بندند. بنا به گفت عبدالحکیموف، مدت طولانی فرودگاه‌های این کشور که به هیئت شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان شامل بودند، وضعی اسفبار داشتند. باید آشکار گفت که فرودگاه‌های ما رقابت پذیر نبودند. مشکلات جدی در تامین آنها با اویاکراسین وجود داشت. قیمتی که آنها برای خدمت‌رسانی به شرکت‌های خارجی مقرر کرده بودند بسیار بالا بود. بنابراین آنها حتی با فرودگاه‌های کشورهای همسایه رقابت کردن نمی‌توانستند. ما می‌دیدیم که توسط فرودگاه‌های آش و چیمکن پروازهای زیادی انجام می‌شود. بیشتر از این می‌گویم ازبکستان‌های زیادی برای پرواز به خارج از این فرودگاه‌ها استفاده می‌کردند، چون پرواز در این فرودگاه‌ها خیلی ارزان‌تر بودند. چاره‌های نو برای بنیاد فضای رقابتی و پایان بردن قیمت خدمت‌رسانی برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی که خواستار پرواز توسط ازبکستان می‌شوند کمک می‌کنند. به باور معاون سروزیر ازبکستان می‌توان امید بست که در آینده نزدیک شمار زیادی خط‌سیرهای نو از طرف شرکت‌های خارجی به ازبکستان باز خواهند شد. ازبکستان از 1 اکتبر سال 2019 رژیم آسمانی گشاد را در چند فرودگاه این کشور راه اندازی می کند. این به دلخواه شرکت اجازه می دهد که به این فرودگاه ها بدون هیچ محدودیتی پرواز کنند. کارشناسان می گویند از منوپولی آزاد کردن ساحه اوییتسی امکان می دهد که برای جلب مشتری بین شرکت های هواپیمایی رقابت سالم به میان آید. این باعث می شود که صفت خدمت‌رسانی بلند شده، نرخ پایین فراید. واقعا این تصمیم بسیار خوب و سربختی است از جانب مقامات همسایه کشور. مطمئنم که بعد این دو تصمیم، یعنی باز کردن فرودگاه ها برای پروازهای شرکت های خارجی و آزاد کردن آنها از منوپولی، آزاد گذاشتنشان در نرخ، معین کردن قیمت خدمتگزاری و خرید سوژشواری، یک رشد و یک تکان خوب به ساحه اوییتسی در ازبکستان خواهد داد و در آینده نزدیک این ساحه در این کشور پیشرفته ترین در منطقه تبدیل خواهد شد. چون بر ضمن این دو تصمیم که مقامات ازبکستان گرفتند، یک چیز دیگه است که ازبکستان در موقع بسیار خوب جغرافی قرار دارد. یعنی تنها همین که این کشور سمرقند، بخارا و تاشکند را دارد، موقع جغرافی این کشور از نگاه ساحه اوییسیون را بسیار خوب میکند، چون که در صورت حتی امکانات یکسان داشتن با دیگر کشورها، هیچ مسافر، هیچ شرکت هواپیمایی و سمرقند، بخارا و تاشکند را مانده شهرهای دیگری منطقه را انتخاب نخواهد کرد، چون شهرهای قدیمی توریستی و
мавқеи хуб дорад. Вале мутаассифона барои Тоҷикистон мутаассифона рушди ин соҳа дар кишварҳои ҳамсоя Ӯзбекистон таъсири баръакс ба Тоҷикистон ки бозораш боз нест хоҳад гузошт, чунки рақобат дар байни фурудгоҳҳои ин кишвар ва ворид шудани ширкатҳои хориҷӣ ба он қимати билет дар ин кишварро ба маротиб поён мебарад ва ҳамчунин хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳоро ки мутаассифона дар фурудгоҳи Тоҷикистон он баръакс сол то сол бадтар мешавад. Дар ин кишварҳо хизматрасонӣ дар фурудгоҳро беҳтар мекунад. در همین حال تاجیکستان چند سال است که به سمت مقابل حرکت می کند. واردات اویاکرسین پر مناپولی حسن اسدالله زاده بوده، قیمت فروشش را او شخصا معین می کند که از کشورهای همسایه 30-40% گرانتر است. نرخ خدمت رسانی فرودگاه های تاجیکستان نیز یکی از گرانترین ها در جهان می باشند. از طرف دیگر رقابت در پروازها نیز پره محو شده. در فضای کشور تنها یک شرکت هواپیمایی سامان ایر حسن اسدالله زاده باقی مانده است. طبق خلاصه کارشناسان اگر قبلا قسمی از مسافران تاجیک توسط فرودگاه های قرقیزستان پرواز می‌کردند، پس از باز شدن سرحد بین تاجیکستان و ازبکستان قسمت دیگر ترجیح می‌دهند از فرودگاه های این کشور همسایه پرواز کنند. ادامه یافتن این روند می‌تواند این ساحه مهم کشور را پر فلج کند. حالا قسمت از تاجیکستان تو باز شدن سرحد ازبکستان توسط بشکک اوش پرواز میکردن به روسیه و دیگه خارج و بعد باز شدن سرحدها خیلی از مسافران توسط ازبکستان پرواز میکنن و بعد که این تصمیم ها عملی شدند و رقابت در بازار از ازبکستان راه افتاد، حتما تاجیکستان سایه از تاجیکستان خیلی از مشتریانش را از دست خواهد داد. اونجا همون معاون سروزیر ازبکستان درباره فرودگاه شیمکنت هم گفته است که یعنی اکثر مسافران ازبکستانی توسط این فرودگاه پرواز میکنند. واقعا این فرودگاه شیمکنت 20-25 سال است که هرچند در یک موقع نچندان خوب جایگیر است و یک ایرپورت بسیار خرد است، لیکن از خیلی از ایرپورت‌های منطقه درآمد بیشتر میگیرد و رقابت میکند با ایرپورت‌های فرودگاه‌های بزرگی چون فرودگاه تاشکند، دوشنبه، بیشکک، الماتا رقابت میکنند. چرا این فرودگاه آزاد است، یعنی در نرخگذاری هم آزاد است، در خرید سوزشواری هم آزاد است و هر قیمتی که خودش خواست، یعنی همون ریاست فرودگاه خواست مقرر میکند و هر قیمتی که یعنی سوزشواری را با واسطه کنکورس ها خریداری میکند که در نتیجه برای رساندن سوزشواری به این فرودگاه چند شرکت رقابت میکنند که حتما رقابت قیمت را پایین میبرد. اکنون مختصر از چند خبر و رویدادهای دیگر. گروهی از وزارت امور داخلی تاجیکستان برای به تاجیکستان آوردن خوجا کریموف، یکی از فرماندهان مشهور فرانت خلقی که چون خوجا کماندیر معروف است، هنوز 5 اوگوست به امارات متحده عرب رفته است. گروه را شاهرخ سیدزاده سردار ریاست کافتکاوی جنایتی این وزارت رهبری میکند. در این باره تاجیکستان تایمز با استناد به حاکمشان نظرزاده یک مسئول وزارت کارهای داخلی خبر داده است. خوجا کماندری که از سال 2008 تحت جستجوی بین المللی قرار داشت، روز 3 ایول با درخواست مقامات تاجیکستان در امارات متحده عرب دستگیر شده است. فعلا گروه کاری تاجیکستان با مقامات امارات متحده عرب مسئله استرداد خوجا کماندر را بررسی میکند. قبلا گفته میشد او سالهای آخر در مالایزیا به سر میبرد. خوجا کریموف به گفته مقامات تاجیکستان دست داشتنش در چندین جنایت در سالهای جنگ شهروندی سالهای 1992 1997 در تاجیکستان مورد پیگر قرار داشت. خوجا کریموف از انگشت شمار فرماندهان فرانت خلقی است که از جزار رهیده و میلیون ها دلار دزدیده خود را به خارج برده و تا هنوز بازداشت نشده بود. مهلتی از نو به قیدگیری سیم کارت ها برای نیم سال دیگر تمدید شده است. باقی ماندن صدها هزار سیم کارت با شناسنامه پلاستیکی به قید گرفته نشده مقامات را وادار کرده است مهلت آن را طولانی تر کنند. در این باره رادیوی آزادی با استناد به منبعش در حکومت کشور خبر می‌دهد. این منبع گفته است مهلت تمدید شده اما نگفته است چه مقدار. منبع دیگر آن را نیم سال گفته است. شرکت‌های موبیلی تاجیکستان هم تا به حال در این باره معلومات نشر نکردند.
قبلا الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 15 ایول در نشست خبری این نهاد گفته بود تا 11 ایول 1,883,385 سیم کارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است. کسی که به کمک‌های دولتی در آمریکا وابسته است طبق مقررات جدید ممکن است در آینده نتواند گرین کارت این کشور را دریافت کند و به دست آوردن اقامه دائمی برایشان مشکل خواهد شد. این دستور را دولت ترامپ صادر کرد و قرار است از میانه‌های اکتبر اجرا شود. دولت دونالد ترامپ در آمریکا رویکرد شدیدتری در رابطه با سیاست مهاجرت را در پیش گرفته است. در حال حاضر نیز شروط زیاد برای گرفتن اقامت دائمی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. برای نمونه خواهشمندان دریافت گرین کارت یا کارت اقامت دائم باید ثابت کنند که از عهده امور مالی خود برمی آیند. اما در مقررات جدید رشته‌های از برنامه‌های کمکی فهرست شده مانند کمک‌های نقدی، غذایی، کمک مسکن و خدمات رایگان بیمه درمانی که در دادن گرین کارت یا کارت سبز به آنها در آینده توجه خواهد شد. سالانه حدود 544,000 نفر برای دریافت گرین کارت آمریکا طلبکاری می‌کنند که تعداد کمی از آنها به کمک‌های دولتی وابسته‌اند. با همین برنامه امروزی پیام نیوز به نهایت خود رسید. امیدواریم برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را پیگیری می‌کنید. ما با شماییم. هر کی آماده همکاری با ماست لطفاً بر رقمی که در نوار می‌بینید زود تماس بگیرید. در حالتی به ما رسانیدن معلومات مهم مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می‌شود. الله حفظتان کند. خیر تا روز دیگر.